یه همکار داشتم، فقط یه ماه باهاش بودم. یه روز وسط کار گفت همکار رفیق نمیشه. اون موقع خندیدم، جدی نگرفتم. اما حالا بعد از چند سال میفهمم چی میگم. از اون کار اومدم بیرون. برای استخدامی آموزش و پرورش ثبت نام کردم. بار اولم بود. منابع رو درست نمیشناختم، اما با دل و امید شروع کردم بخوندم. روز آزمون حس خوبی نداشتم. احساس کردم بد دادم. کلاً از فکرش اومدم بیرون. چند هفته بعد وقتی نتایج اومد باورم نمیشد. دعوت به مصاحبه شده بودم. بعد فهمیدم رقیبم یکی از همکارای قدیمیمه. اون امتیاز ازدواج و فرزند داشت، من نه. با خودم گفتم شاید نهایت 40 نمره از من بیشتر باشه. هیچ تماسی هم باهاش نداشتم تا اینکه خودش زنگ زد. گفت تو رقیب منی، نمرتم اومده، من 150 تا از تو بیشترم. لحظه ناامید شدم. باورم نمیشد. دیگه دلم به مصاحبه گرم نبود. اما چون هزینه مصاحبه رو پرداخت کرده بودم، حدوداً 3 میلیون، دلم نیومد نرم. رفتم. روز مصاحبه بخش کامپیوتر و تحلیل رو خیلی خوب دادن. اما تدریس رو ول کردم. گفتم که اون 150 تا از من بیشتره. الکی دارم تلاش میکنم. و من خودم رو با همین فکر باختم. نتایج که اومد شوکه شدم. باورم نمیشد. من تا حد اقل نمره قبولی فقط 28 تا فاصله داشتم. باورم نشد. پیام دادم به دوستم. گفتم این نمره توئه؟ تو 644 شدی؟ گفت نه، من 745 شدم. این 644 نمره من نیست. خب آروم شدم. فرداش اومدم ببینم چتامو مرور کنم، ببینم چی نوشته. دیدم همه چتا رو پاک کرده. شک کرد. رفتم اداره. با یه ترفندی کارنامه‌شو دیدم. کتبی اون 20 نمره از من کمتر بود. با امتیاز ازدواج و فرزند 20 نمره از من رفته بود بالاتر. مصاحبهش مثل من بود. و اینطور بود که من کلک دوستم رو خوردم. امیدم رو باختم. و اون با ناامید کردن من تونست قبول بشه. از اونجا یاد گرفتم هیچ وقت اجازه ندم کسی امیدم رو بدزده.